نخست به سراغ مسلمانان رفتند. من مسلمان نبودم، اعتراضی نکردم. سپس به مکزیکی ها حمله بردند. من مکزیکی نبودم، اعتراضی نکردم. آنگاه به رسانه ها فشار آوردند. من عضو رسانه ها نبودم، اعتراضی نکردم. سپس سراغ پناهندگان رفتند. من پناهنده نبودم، اعتراضی نکردم. سرانجام به سراغ من آمدند. هرچه فریاد زدم کسی نمانده بود اعتراضی کند. سکوت و بی‌اعتنایی نسبت به بی‌عدالتی به هر انسان در هر زمان و در هر مکانی گناهی نابخشودنی است. سکوت همواره به نفع ستمگران است. بدانیم که ما همگی به خانواده بزرگ انسانی تعلق داریم. بدانیم که دفاع از حقوق هر انسان در هر نقطه از جهان وظیفه همه ماست. و بدانیم که هیچ انسانی به روی کره خاکی غیر قانونی نیست. تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی.